یکی از داستان‌های معروف شاهنامه داستان زال و سیمرغ است که بخشی مهم از اسطوره‌های ایرانی است. زال پدر رستم فرزند سام نریمان یکی از پهلوانان بزرگ ایران بود. وقتی زال به دنیا آمد موهایش از همان ابتدا سفید بود، نشانی از پیری در نوزادی. سام از دیدن چنین فرزندی به شدت نگران و پریشان شد و گمان کرد که این فرزند ناپاک یا نفرین شده است. با دل سنگین تصمیم گرفت زال را در کوه البرز رها کند. شاید طبیعت خود سرنوشت او را تعیین کند. زال در بالای کوه بی‌پناه و بیکس زیر آسمان آبی و میان کوههای بلند رها شد، اما طبیعت با زال مهربانتر از آن بود که سام تصور می‌کرد. سیمرغ، پرندهای افسانه‌ای و دانا که در کوه البرز لانه داشت، نوزاد را پیدا کرد. سیمرغ که قلبی مهربان داشت زال را به لانه خود برد و همانند فرزندانش او را با عشق و مهربانی پرورش داد. سالها گذشت و زال در کنار سیمرغ و فرزندانش بزرگ شد. او پهلوانی قوی و خردمند شد. سام که همیشه از تصمیم خود پشیمان بود خواب دید که فرزندش زنده است و در کوه البرز